خوش اومدیم به ویدیو خودتون. اومدیم آموزش ماینکرافتی که ببینیم آیا از اون لایه های پنجره در و خیلی چیزهای دیگه ای که لایه در دارن مثل سوراخ در دارن آیا عبور میکنه تیر کمون یا نه. برو که بریم. بریم واسه امتحان ببینیم کار میکنه یا نمیکنه. اولی کار نمیکنه. بریم واسه دومی. نه اینم کار نمیکنه. ببینیم بعدی. نه خیلی چه باگیش، یعنی چی کار نمیکنه؟ خب اینو بالایی رو اول بزنیم کار میکنه. نه پایینی رو بزنیم دیگه. این آخریه. اینم نه دیگه. لایک و ساب فراموش نشه.